یک ابرقدرتی مثل روس در برابر ما و شما قرار داشته و در جنگ ها بودند. پس دشمن چی در صحنه نظامی باشه با توپ تانگ خود جنگ خواهد کرد و چی از راههای دیگه که بتانه در بین مردم تفرقه ایجاد کنه، بین مسلمان ها تفرقه ایجاد کنه، از هیچ نوع دسیسه، تبلیغ و پروپاگاند دریغ نمیکنه. در گذشته ما میشنیدیم و از دفعه که در پشاور آمدم کم زیاد شنیدم، با مسائل روبرو شدم که گویا این قسم تبلیغ شده در گذشته جایی که جمعیت اسلامی یا شورای نظاری که مربوط به جمعیت اسلامی است، این مخصوص به ملت خاصی است، به مردم خاصی است، اکثرا در اینجا برادرای فارسی زبان است، مردم دیگه در اینجا وجود ندارد. یا حتی شدیدتر از این که خدای ناخواسته گویا این مردم که است با برادرای پشتون در تضاد هستند، در اوج جنگ و در اوج برادرها را از منطقه‌شان میکشند و امثالها. ما آیتی را که تلاوت کردم که خداوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را ساختیم شعبه شعبه و قبیله قبیله به این که دیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر آینه مکرمترین شما نزد پروردگار کسی است که متقی ترینتان است. اصلا ما که مسلمان هستیم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانیم و دور از این کلمه جمع هستیم، از سبب از این کلمه زنده هستیم و در راه از این کلمه جهاد میکنیم. ما ای را کفر میدانیم، ما ای را شرک میدانیم که کسی مسائل لسانی را مطرح کنه از سبب قومیت، از سبب زبان و امثال هم خون خود بریزن. اصلا مطابق به حدیث شریف هر کسی که از سبب قومیت خون بریزن جای جهنم است. از سبب زبان باشه، از سبب اظهار شجاعت و امثال باشه. وقتی که ما به این معتقد هستیم که این شرک است و که دارنده همچه عقیده جای جهنم است، این به هیچ دلیل شده نمیتونه که یک نفری که مجاهد باشه و از خاطر خدا خسته باشه و اعلان میکنه از خاطر خدا، بعد پیشش مسائل قومیت مطرح باشه، مسائل لسان مطرح باشه و امثال هم مسائل پیشش مطرح باشه. خواستم این نکته را توضیح کنیم که این تبلیغات همه تبلیغات دشمن است و یا تبلیغات دوستای نادان ماست که از سبب به زعم خودشان جذب مردم و از سبب ازی که گند و پارت خود زیاد کنه خواسته باشند که همچه مسائل بین برادرها و بین صفوف اسلام پخش بکنند و یکی را از دیگر دور و فاصله بدن. در حالی که قسمی که من پیشتر گفتم این یکی از آرزوهاست که دوباره امت اسلامی دور هم جمع شوند، متحد شوند و بار دیگه بیرق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در سطح جهان بالا بکنند. ما و شما اصلا بفهمیم که دشمن ما دیگه کس است. دشمن ما کفر است ولو در هر جامعه که باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، چی اسرائیل باشه، دشمن اصلی در اوج است. و در اسلام مسئله نبوده که تو پشتون هستی، تو تاجک هستی، تو فارسی هستی، تو عرب هستی، تو عجم هستی. اصلا در قاموس اسلام قسمی که آیت را تلاوت کردم این مسئله نبوده و نیست. دیگه در آخر وقت زیاد نمیگیریم. از خداوند باز یک بار دیگه آرزو و تمنای ما امیست که پروردگارا امت اسلامی را از هر مذهبی که است، از هر نژادی که است، مربوط به هر سرزمینی که است متحد داشته باش، با عزت داشته باش و پروردگار ما و همه را ما و شما را توفیق بده تا دوباره بین خود متحد یک دست شویم و بیرق اسلام کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را در سطح جهان بالا